ولی من از قصه های همون دورهای خطیبین بگم اگه باید که همین کم کم چخیلای با نگن که خچه اگه تعریف کرده یکی من چیزی شیدگی را به خدا قسم با والله همین ستایش کردن ولی یک خصلتی نیکی پیامبر من همین بود که تعریف بسیار نمیکرد اگه از خود چونکو هیچ وقت لیکن کسی دیگر هم تعریف نمیکرد همین یکی از سنت های پیامبر من بود من یک روز جمعه را خواندم و آمم خانه و من عادت همین بود بعد جمعه راست شنبه می اومدیم جمعه شنبه یک شنبه مردم ها را در اینجا دعوت کردگی ها و خواهشمندا را معرکه‌شون را اشتراک میکنیم یک شنبه کلاه بود و جمعه دیگری را با آمادگی میدیدیم همین جمعه را خواندم همه یک بگیم دیلا و دکمنت گرفتیم و ماشین را سوار میشدیم که یک مادر بسیار همین تا فربه مادر بسیار با طرف خانه ما برآمدن کتله بیچاره همونجا که برآمده است معلومه که مانده شده شلپش پیاده آمده همین راستی در این ماده آمدم بعد گفت که همین خانه حاجی مرزا همیه من گفتم آقا گفتم خانه حاجی مرزا همیه همینجا باشه گفتم همینجا ده بیا گفتم آمد خیلی مادر رحمتی مادرمون حیات بود خدا رحمتشون کنه بالا که صفت داشتگی گرفتیم خطیش آوردیمش برای که مادر دشنونده میشد انا گفتم یکان خدمت داری گفتم گفت همین حاجی بابا را یک دیدنم در کاره من گفتم من خودم همون کمپیری و همون تبا بیچاره و از من بای جوش خیلی همین بسیار منت داری کرد من گفت یک دنگه دارم من برای همین گپ آمدم خیلی بسیارتر همی آدم های نیازمند میامن من گفتم یکان بیچاره یکان کمبودی زندگی داره که نه بیچاره هم لوک نمال شده با یک سومی مانداد که شاید طریق حاجی جمشید هم نتمام هم لوک نمال شده که چوندگی همین پیشک مندمان گفت اینمی گفت همین را گفت من به نام تا آوردم اگه با یکی چی نشم بولیقه بعد به ترسه که چند سون بود و پرسونی نبود انا مانده کمی کرد بعد گفتم آخی هیچی حاجت نیست مادر گفتم نه گفت من بچه هم همش گفت کاریگرم حاجی جون من یک بچه داشتم گفت بسیار گفت از همین انا احترامی من دور بود بسیار هیچ گاهو به سراغ من نمی آمد همو گفت در کجای گفت ولی من برادری انا گفتم که ما درباره همین پدر و مادر صحبت ها بسیار کردگیم همو در کجای گوش کرده میگه یه روز آمد سحری بود همین دست ما بوسه کرده گفت آچه ما نفهمیدم که مقصد چی گپ بده است اگه من دیگر همین کار مادر هر سحری میکنم میام دست بوسه میکنم یا دعا تا میگیرم بعد کار دا میرم گفت همین بچه ما که مقصد ای همین شنیدگی ها که به همین راه را انتخاب کرده حاجی جان من هم چه مادر زیارت شما آمدم بسیار به خدا قسم برای من خیلی یک تأثیر کلانی داشت که ایرا بین پند نصیحت حاصل شوید پند نصیحت مثال بیگانه را خودی میکنه برادر عزیز دور را نزدیک میکنه از این لحاظ ما الله را بسیار سپاسگزاری میکنیم که خدای مهربانی خیلی لحظه کار هم برای ما و شما میتید که ما و شما صحبت میکنیم یا دیگر را گوش میکنیم من آیتی را که خواندم از سوره مبارکه توبه برادر عزیز اکنون ماهی تولد پیامبر که هست امروز من نگاه کردم ابوالحسن ندوی در کتابش نبی رحمت و جناب مولانا صفی الرحمن مبارکپوری در کتاب رحیق المختوم هر دو نقطه نظرهاشون فرق میکنه جناب مولانا صفی الرحمن مبارکپوری میگه پیامبر
9 ربیع الاول 570 میلادی به دنیا آمده است. یک سال بعدی واقعه فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یک سال میگه بعد یمو به دنیا آمد که از سلطنت و حکومت انوشیروان میگه 40 سال گذشتگی بود. ایرا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری میگه. ولی ابوالحسن ندوی در کتاب نبی رحمتش میگه پیامبر 12 ربیع الاول به دنیا آمدگی، یعنی 12 ربیع الاول به دنیا آمد. فقط در چیسلش هر دو بزرگوارا اینش 9 میگه، اینش 12 میگه. امروز نگاه کردم کلندر که 7 ربیع الاول بود است و انشاءالله اکو این ماه قدی که مردم تبریک میکنیم، این ماه از همه اول تا با آخرش انشاءالله ماه خیر، ماهی نیک است. این آیت هم برادرای عزیز که من خواندم، الله مهربان چی میگه؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. خدا میگه به تحقیق آمد شما را پیامبری از جنس خودتان. ولی ببینید جاءکم آمد شما را رسول من انفسکم، پیامبری از نفسای خودتان. یعنی او هم فرزند آدم است. او هم پدرشان عبدالله بود، مادرشان آمینه بود. از جنس خودتان، از نفسای شما. همین آمده برادر عزیز مفسرها بسیار زیبا بیان میکند. میگد خدای مهربان گفت که آمد شما را از نزد من هدیه. محمد همچو هدیه خوندید. ولی برادرها اگر یک کسی یک چی هدیه بتن، بین با گرفتن هدیه چقدر وقتش خوش میشه. یعنی الله مهربان میگه باید وقتهای شما همتان خوش شود، حالهای همه شما نیک شود با آمدن این پیامبر نازنین. قاری در ابتدای همون غزلهاش میگفت که مولود بدعت نگی. ولی بدونی نه امروزا همین بحثا بسیار مولود بدعت های. همین مولودهایی که بگیم اولا که این مولودهای ما مولود نیست. مولود گفته این خودش از اسم فاعل از ولد یلیدو، یعنی بگیم همون روزی تولد میگن. اگر چنده که ما امروز این که همچون بین همین 60 ماه مولود میگیم، یا ماه میگذرد مولود میگیم. ولی وقتی که میگد همین پیامبر نازنین من وقتی آمد مدینه، یهودی های مدینه را دید که روزه دارد. 10 ماه محرم بود. گفت چی روزه میگیرید؟ گفتن که همین روز جناب حضرت موسی با بالای فرعون پیروز شدگی است. فرعون لعنت الله علیه مغلوب کردگی است. حضرت موسی امر کرد که همین روز که روز پیروزی من است، همین روزه بگیرید. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که از شما دیده موسی بر من نزدیکتر است، موسی به من برادر است. برای همین امتاش امر کردی 10 ماه محرم روزه بگیرید و بینید که هر یک ماه محرم 10 شد ما شما روزه میگیریم، به خاطر که حضرت موسی بر فرعون غالب آمد، فرعون مغلوب شد. اگر در زیر همین نگاه کردم جلال الدین سیوطی که یک مرده که مفسر، محدث، جمع کننده حدیث، این کتاب های زیاد تصنیف کرده است، چی میگه؟ میگه وقتی که ای برادرای مسلمان، وقتی موسی بر بالای فرعون پیروز شد، امری بروزه کرد، آیا پیامبری که در این ماه تولد شد اگر او بر بالای فرعون پیروز شده باشد، با آمدن محمد میگه
تمام ظلم، تمام جبر، تمام قانونهای جنگلی، تمام بگیم بدعت، شرکیات، خرافات همه از بین رفت. آیا میگه این مهمتری از پیروزی حضرت موسی نیست؟ یعنی با آمدن اینم چقدر تغییرات های در روی عالم شد، چقدر مهر، شفقت، چقدر مثال رفتارهای نیک تمام مردم فرا گرفت. آیا میگه ارزنده نیست این که ما همین ماه مبارک همچون مقصد به مردم تبریک گوییم؟ آیا ارزنده نیست که ما از حیات پیامبر برای مردم صحبت کنیم؟ برادرای عزیز، چگونه یک عالمی که با این قدر علم وقتی ما را راهنمایی میکند ما میتونیم که بگیم که خیر نه گپی این قبول نیست، گپی نمیشه، گپی همین روزا نفری که آلی و خاک پای جلال الدین سیوطی نمیشه، گپی را قبول میکنیم، گپی را نیم. نه تنها جلال الدین سیوطی برادر عزیز، مولا علی قاری که افتخار مذهب ما است. ببینید جناب دهلوی و ابن حجر اسقلانی، نفرهایی که همه شارح‌های بگیم حدیث هستند، همه اینها با این ماه مردم را تبریک میکردند و از این ماه در بین مردم صحبت میکردند.